سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. روز عمر خداوند از او راضی باد و پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کرده گفت که هر وقت با ابوبکر وام خورد، ابوبکر یکم شده دست دراز نمی کند و منتظر می شود تا من دست دراز کنم. وقتی که ابوبکر خداوند از او راضی باد به نزد پیامبر آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب این را پرسیدند. ابوبکر گفت: یا رسول خدا، من از شما شنیده بودم که گفتید کسی یکم شده سلام می دهد برای وی در جنت قصر بنا کرده می شود. برای همین من می خواهم که عمر ابن الخطاب صاحبی چنین قصر شود. وقتی که این سخن به گوش عمر رسید، عمر خداوند از او راضی باد گریه کرد. برادران عزیزم، ببینید چه دوستی بود بین این دو صحابه. ما امروز به چنین دوست ها احتیاج داریم. احتیاج به دوستی داریم که اگر خطایی کردیم ما را ببخشد و در شادی و غم با ما باشد. ما امروز احتیاج داریم. در حدیث پیامبر می فرمایند: ایمان شما کامل نمی شود تا آن دمی که دوست بدارد برای برادرش آنچه را که برای خود دوست می دارد. این حدیث را اصحاب کرام عمل می کردند. آیا امروز ما به این حدیث عمل می کنیم یا نه؟ این سوال است که باید هر کس به خودش بدهد. أسارير وجه صبي سبيل الدموع سبيل